نظر عشق وجود داره یا نداره؟ عشق خیلی قشنگ وجود داره. عشق به همه چی وجود داره. چون هر چیزی رو ببین، هر چیزی رو که در حد والا داشته باشی میشه عشق. عشق به خدا، عشق به معبود، عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به زندگی، عشق به دوست داشتن همه مردم. هر چیزی تو میشه عشق نهایت دوست داشتنه. عشق نهایت دوست داشتن. این نظر من نظری خودم اینه. عشق نهایت دوست داشتنه. عاشق بودن یه دفعه تو می‌بینی اونایی که چیزی به رفتن شهید شدن، اونو رو چه زدن؟ اونو عاشق بودن. وقتی شما نبودیم، وقتی میانه من آقا میخوایم بریم معبر رو باز کنیم، داغ طلب میخوایم همه بلند میشدن، شما نبودیم اون صحنه رو ندیدید. من اون صحنه رو دیدم.